تا حالا شده حس کنی با اینکه چند سال تو سوئد زندگی میکنی هنوز تو مکالمه با سوئدی‌ها مشکل داری؟ حتما از خودت پرسیدی پس چرا زبان من پیشرفت نمیکنه؟ چرا من سوئدی یاد نمیگیرم؟ مگه نباید وقتی تو یه کشوری برای مدت‌ها زندگی میکنی خود به خود زبان اونجا رو یاد بگیری؟ این سوالیه که خیلی از مهاجرا دارن. نه فقط تو سوئد، بلکه تو هر کشوری که قراره با یه زبان جدید توش صحبت کنید. اما بعد ماجرا اینجاست که فقط زندگی کردن توی کشور جدید خود به خود باعث نمیشه زبان اون کشور رو یاد بگیری. حتی اگه مدت‌ها و سال‌ها تو اون کشور جدید زندگی کنی، اینکه تو محیط خود به خود زبان یاد میگیری یه دروغ بزرگه که متاسفانه خیلی‌ها باورش کردن. امروز قراره با هم این موضوع رو بررسی کنیم که چرا بعضیا با اینکه سالها توی کشور خارجی زندگی میکنن هنوز نمیتونن به زبان اونجا مسلط بشن. قراره پای تحقیقات علمی و تجربه‌های واقعی رو وسط بیاریم و در نهایت راه حل‌هایی پیدا کنیم که واقعا جواب میدن. پس با من همراه شین تا دلیلش رو براتون بگم. اول از همه این که توی کشور جدیدی زندگی کردن حتما مساوی با یاد گرفتن زبان اون کشور نیست. خیلی از افرادی که به یک کشور خارجی مهاجرت میکنن این تصور رو دارن که زندگی تو کشور جدید به معنای یادگیری خودکار زبان اون کشوره. اما این باور کاملا اشتباهه. تحقیقات زبانی از جمله پژوهش‌های استفن کرشن نشون میده که بسیاری از مهاجرا در دوره سکوت یا سایلنت پریود گیر میکنن و این دوره میتونه ماه‌ها یا حتی سالها طول بکشه. حالا دوره سکوت چیه؟ دوره سکوت زمانیه که فرد توی یه محیط زبانی جدید قرار گرفته اما هنوز توانایی تولید زبان رو نداره. مغزش در حال پردازش اطلاعات جدیده اما چون هنوز به سطحی نرسیده که بتونه جملات رو به درستی بسازه تو مکالمات شرکت نمیکنه. به عبارتی فرد فقط میشنوه اما صحبت نمیکنه یا فقط میخونه اما نمینویسه. این یعنی یادگیری اون فرد در این مرحله کاملا منفعله یا به عبارتی پسیوه. در کشورهای پیشرفته مثل سوئد این دوره سکوت به شکل خطرناکی طولانی میشه چون خیلی وقتا نیازی به استفاده از زبان سوئدی احساس نمیشه. توی بسیاری از موقعیت‌های روزمره مردم انگلیسی بلدن و برای راحتی کار بلافاصله به زبان انگلیسی جوابتون رو میدن. توی بانک، بیمارستان، مدرسه، فروشگاه و حتی محیط کار اگه فردی سوئدی بلد نباشه مشکلی پیش نمیاد چون تقریبا همیشه راهی برای استفاده از انگلیسی وجود داره. نتیجه این وضعیت این میشه که خیلی از مهاجرا حتی بعد از 5 سال یا بیشتر هنوز قادر به برقراری یه مکالمه ساده به زبان سوئدی نیستن. اونا شاید بارها کلمات و جملات رو شنیده باشن اما چون هنوز خودشون وارد مکالمه نشدن این زبان براشون به یک مهارت غیر فعال یا پسیو تبدیل میشه. البته این مسئله فقط محدود به افرادی که انگلیسی بلدن نمیشه. حتی اون دسته از مهاجرانی که فقط به زبان مادری خودشون مسلط هستن هم گاهی تو محیط‌های همزبان خودشون محصور میشن. به طور مثال کسایی که فارسی صحبت میکنن یعنی زبان مادریشون فارسیه اونها بیشتر وقت خودشون رو با دوستا و خانواده‌های فارسی زبان میگذرونن. برنامه‌های تلویزیونی فارسی تماشا میکنن یا تو فروشگاه‌ها و محیط‌های کاری دنبال کسایی میگردن که بتونن باهاشون فارسی صحبت کنن تا راحت‌تر مشکلشون حل بشه. این باعث میشه که هر دو گروه چه کسایی که انگلیسی بلدن و چه کسایی که بلد نیستن در معرض خطر یکسانی قرار میگیرن. زندگی توی یک کشور خارجی بدون قرار گرفتن در شرایطی که اونها رو مجبور به استفاده از زبان اون کشور کنه و این برای یادگیری زبان جدید یک سد بزرگ محسوب میشه. یکی دیگه از دلایل مهمی که باعث میشه حتی بعد از سالها زندگی در کشور جدید هنوز تو یادگیری زبان مشکل داشته باشیم اینه که مغز ما همیشه به دنبال ساده ترین و کم زحمت ترین مسیره. این یعنی اگر راهی برای برقراری ارتباط داشته باشیم که نیازی به یادگیری زبان جدید نداشته باشه مغز همون مسیر رو انتخاب میکنه. حالا بسته به شرایط این مسیر میتونه انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای باشه. اگه انگلیسی بلد باشی احتمالاً متوجه شدی که توی بیشتر موقعیت‌های روزمره هیچ فشاری برای یادگیری سوئدی وجود نداره. توی فروشگاه، بانک، محل کار، حتی بیمارستان
همیشه کسی هست که انگلیسی صحبت کنه. یا سیستم سوئد طوری طراحی شده که برای کمک به شما میتونه براتون مترجم بگیره و مشکل شما رو به راحتی حل کنه. و خب کسی هم از این حقش صرف نظر نمیکنه. این راحتی باعث میشه که مغز به خودش بگه برای زنده موندن انگلیسی کافیه. برای زنده موندن مترجم کافیه. و این مسئله باعث میشه که حتی وقتی سوئدی میشنوی مغزت اونو جدی نگیره، چون همیشه یه چاره‌ای برای مشکل وجود داره. محققای مثل کراشن و لاکان این پدیده رو فیلتر عاطفی یا افکتیو فیلتر مینامند. یعنی وقتی ما میترسیم که اشتباه کنیم یا وقتی که یه راه حل راحت تر مثل انگلیسی یا مترجم داریم، ذهنمون به طور ناخودآگاه مقاومت میکنه و زبان جدید رو پس میزنه. به همین دلیل حتی بعد از چند سال ممکنه تو مهمونی که همه سوئدی صحبت میکنن ناخودآگاه ذهن خودمون رو خاموش کنیم و منتظر بمونیم که کسی به زبان ما حرف بزنه یا به زبانی که از قبل روش تسلط داریم با همون صحبت کنه. حالا برای اونایی که زبانی غیر از زبان مادریشون بلد نیستن هم این اتفاق زیاد میفته. این بار مشکل اصلی محدود شدن به محیطه. محدود شدن به محیط همزبون هاست. اگه بیشتر وقتت رو با دوستان و خانواده های همزبان خودت بگذرونی، فیلم و سریال همزبان خودت رو ببینی و تو محیط های کار یا زندگی کنی که اطرافیانت فقط به زبان مادریت حرف میزنن، در واقع هیچ فشاری برای استفاده از زبان جدید روی تو نخواهد بود. نتیجه این میشه که حتی بعد از 5 سال زندگی تو کشور جدید هنوز نمیتونی یه مکالمه ساده تو فروشگاه یا اداره داشته باشی. این یه اتفاق رایج بین مهاجراست. ما به دنبال راحتی میگردیم و مغز ما همیشه دنبال راحت ترین راه حله. تا زمانی که مجبور نباشه تغییری ایجاد نمیکنه. پس در هر دو حالت، یعنی چه به انگلیسی که یک زبان بین‌المللی هست مسلط باشی و چه نه، دلیل اصلی اینه که مغزت نیازی به تغییر احساس نمیکنه. یا راهی راحت تر پیدا کرده یا اصلاً تو محیطی نبوده که تعامل واقعی با زبان جدید داشته باشه. یعنی تعاملات روزمره‌اش محدود به همزبانای خودش شده. در هر دو حالت یادگیری زبان نیاز به تعامل فعال داره، نه فقط شنیدن و گذروندن وقت توی کشور. حقیقت اینه که شنیدن یه زبان به معنای یاد گرفتنش نیست. مغز ما برای اینکه یه مهارت رو یاد بگیره به 2 چیز نیاز داره: ورودی و خروجی، یعنی اینپوت و آوتپوت. اگر فقط بشنوی و هیچ وقت از شنیدهات استفاده نکنی، اون زبان هیچ وقت توی ذهن تو جا نمیفته. یعنی به صورت عملی نمیتونی ازش استفاده کنی. بذار یه مثال بزنم. فرض کن هر روز 8 ساعت توی یه اتاق بشینی که بقیه دارن به چینی حرف میزنن، ولی تو هیچ تعاملی باهاشون نداری. بعد از چند ماه ممکنه یه سری کلمه‌های تکراری رو بفهمی. آیا میتونی یه جمله درست و حسابی بگی؟ معلومه که نه. چون چیزی که تو یادگیری زبان جدید مهمه فقط شنیدن نیست. باید تجربه زنده و فعال داشته باشی. اینو من نمیگم، بلکه محققایی مثل ویگوتسکی و نورمن اینو ثابت کردن. آدم وقتی یه زبون رو واقعا یاد میگیره که توی موقعیت‌های واقعی ازش استفاده کنه، اشتباه کنه، تصحیح بشه و دوباره امتحان کنه، حتی استرس بگیره. درست مثل یاد گرفتن دوچرخه سواری. تا وقتی که خودت رکاب نزنی و زمین نخوری، فقط نگاه کردن به دوچرخه سواری بقیه هیچ فایده‌ای نداره. مشکل اینجاست که خیلی از ما بعد از مهاجرت فقط توی اون کشور جدید زندگی میکنیم، ولی واقعا توی جامعه ادغام نمیشیم. خرید میکنیم، سر کار میریم، بچه‌هامونو مدرسه میفرستیم، اما با کسی که به زبون اون کشور مسلط باشه ارتباط واقعی و زنده نداریم. به طور مثال اگه یه مهاجر توی سوئد 5 سال زندگی کرده ولی هنوز نمیتونه یه گفتگوی ساده داشته باشه، این نشون میده که اون فقط حاضر بوده، فعال نبوده. برای فعال بودن ما به چیزهایی خیلی بیشتر از یه زندگی کردن ساده نیاز داریم. تعاملاتی خیلی گسترده تر و روزمره. چیزی که هر روز تکرار بشه و ما رو مجبور به برقراری ارتباط 2 طرفه بکنه.
حالا چطور از این دام خارج بشیم؟ راه حلش چیه؟ ساده بگم که باید خودتو مجبور کنی. مجبور به این که از زبان جدید استفاده کنی. به طور مثال برای یاد گرفتن زبان سوئدی اگر توی سوئد زندگی میکنی، توی خرید اگه فروشنده انگلیسی جوابتو داد، تو باز هم با سوئدی ادامه بده. حتی اگر کاملا به انگلیسی مسلط هستی، باز هم به سوئدی جواب بده. توی رستوران اسم غذاها رو به سوئدی بگو. توی اداره ها از کارمندا بخوا که فقط باهات سوئدی حرف بزنن. حتی اگه سخت باشه، حتی اگه استرس بگیری، حتی اگه خجالت بکشی، تو باید کاری کنی که ذهنت احساس کنه راهی جز استفاده از سوئدی نداری. یعنی ذهن تو نباید انتخاب دیگه‌ای داشته باشه. اما اجبار کافی نیست. باید وارد محیطایی بشی که تو رو به حرف زدن وادار کنن. دوستای سوئدی پیدا کن. توی باشگاه‌ها و کلاس‌های فرهنگی شرکت کن. توی اسپروک کافه ها یا کافه زبان ها شرکت کن و با بقیه صحبت کن. اگه این محیطا رو نداری، یک کار داوطلبانه پیدا کن که مجبور بشی با بقیه سوئدی حرف بزنی. ارتباط با آدمای محلی یکی از بهترین روش‌های یادگیری زبان جدیده، چون وقتی با بقیه حرف میزنی مغزت توی شرایط واقعی قرار میگیره و یادگیری خیلی سریعتر اتفاق میفته. روش یادگیری تو تغییر بده. به جای اینکه یه لیست از لغت رو حفظ کنی، لغت‌ها رو توی موقعیت‌های واقعی یاد بگیر. فیلم و سریال سوئدی ببین. به جای زیرنویس فارسی از زیرنویس سوئدی استفاده کن. میدونم که خیلی سخته. میدونم که اصلاً دلپذیر نیست وقتی قسمت مهمی از فیلم رو متوجه نشی. و اصلا خوشایند نیست وقتی به یک پادکست سوئدی گوش میکنی و قسمت اعظمی از اون رو متوجه نمیشی. اما یادت نره زمان تغییر بزرگی در تو ایجاد میکنه. کافیه که استمرار داشته باشی، ادامه بدی و صبور باشی. یکی دیگه از تکنیک های خیلی خوب برای یادگیری زبان جدید تکنیک شادوینگه. تو هر زبانی هم جواب میده. برای اجرای این تکنیک میتونی مثلا یه دیالوگ از فیلم یا پادکست رو انتخاب کنی و همزمان با گوینده، همونطور که از اسم تکنیک پیداست، سایه به سایه با گوینده بلند بلند تکرارش کن. این روش باعث میشه هم تلفظت بهتر بشه، هم جمله بندی توی ذهن جا بیفته، هم مثل نیتیو سپیکرها یا افراد بومی صحبت کنی. گاهی اوقات هم میتونی اون جملات رو کلمه به کلمه روی کاغذ بنویسی تا بتونی از روش بخونی و حفظشون کنی. همونطور هم که میدونید ما تو کانال آلفرا از این مکالمه های واقعی کلی براتون گذاشتیم. حتی میتونید به اون قسمت رجوع کنید و از اونجا مکالمه ها رو یاد بگیرید. و حتی اگه سرعت عمل و سطح بالاتری از زبان رو میخواید، میتونید تو دوره های مکالمه آلفرا شرکت کنید. و خیلی راحت اونجا میتونید این تکنیک شادوینگ یا سایه به سایه رو اجرا کنید. بعد از چند ماه به راحتی شاهد این ماجرا خواهید بود که چقدر زبانتون بهتر شده و چقدر جرأت حرف زدن پیدا کردید. در نهایت این که یاد گرفتن زبان جدید یه اتفاق نیست که خود به خود بیفته. یه انتخابه. اگه واقعا میخوای زبان جدید رو یاد بگیری، اگه واقعا میخوای سوئدی یاد بگیری، باید توی هر لحظه از زندگیت بهش فکر کنی. یعنی براش فعالیت کنی، براش زمان بذاری، براش هزینه کنی و براش انرژی بذاری. باید برات مهم باشه. خجالت ها رو کنار بذاری، جرأت کنی، استرس بکشی، سختی بکشی و ساعتها روزت رو درگیرش کنی. تو باید با زبان جدید زندگی کنی و نمیتونی منتظر بمونی که یه روزی خود به خود خودش اتفاق بیفته و ناگهان شروع به صحبت کردن کنی. اگر اینجوری فکر میکنی، میتونم بهت قول بدم که هیچ وقت قادر نخواهی بود که خود به خود سوئدی یاد بگیری یا خود به خود سوئدی حرف بزنی. پس اگه بخوام خیلی کوتاه بهت بگم اینه که به جای شنیدن زبان
باهاش زندگی کن. از سیستم شادوینگ یا سایه به سایه استفاده کن و یادگیری تو فعال کن. نذار که مغزت راحت طلب بشه و راحت ترین روش ها رو برای حل مشکلش پیدا کنه. اگر دوست داشتین توی دوره‌های مکالمه آلفا شرکت کنید و سیستم شادوینگ رو از اونجا انتخاب کنید، میتونین توی اینستاگرام برای آلفا پیام بذارید و اطلاعات کامل رو راجع به این دوره‌ها به دست بیارین. یا میتونین از طریق ویدیویی که لینکش رو این زیر براتون میذارم تمام اطلاعات مربوط به دوره رو به دست بیارین. اگر برای شما هم سوالی پیش اومده، مشکلی در ارتباط با زبان سوئدی دارید و دنبال راه حل میگردین، حتما تو کامنت ها با ما در میون بذارید. مطمئن باشید که بهش فکر میکنیم و سعی میکنیم توی پادکست بعدی بهش بپردازیم. اگر دوست داشتین پادکست های از این قبیل بیشتر براتون بسازیم و کمک های فکری و عملی بهتون بدیم، حتما برامون کامنت کنید. یادتون نره که آلفا همه جا هست. توی تلگرام، توی اینستاگرام، روی تیک تاک و در یوتیوب میتونید ما رو داشته باشید. برنامه‌های ما روی این پلتفرم ها متنوع است و اگر یک کدوم رو از دست بدید به این معنیه که قسمتی از آموزش رو از دست دادین. پس برای اینکه ضرر نکنید همه جا ما رو فالو داشته باشید تا روز به روز سوئدیتون بهتر بشه. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.